تو سال 427 بعد از میلاد، یعنی حدوداً 1500 سال پیش، یه دانشگاهی توی هند افتتاح میشه به اسم دانشگاه نالاندا که اگه بخوام دقیق معرفیش کنم میشه به نوعی اولین دانشگاه شبانه روزی که در جهان افتتاح شده. انقدر این دانشگاه خفن و بزرگ و حتی میشه گفت معروف و مشهور میشه که کلی آدم از کل آسیا و حالا اون جاهایی که متوجه میشه همچین دانشگاهی هست میان اونجا و رشته‌های مختلفی رو شروع میکنن اونجا یاد گرفتن، از جمله مثلا پزشکی، ریاضیات، فلسفه، منطق، نجوم، از اون رشته‌هایی که حالا اون موقع خیلی باب بوده و اینها میومدن اونجا و این درس مورد نظرشون رو در واقع میخوندن. میگن حدود 9 میلیون نوشته رو اونجا تونستن به مرور ثبت کنن که حالا این 9 میلیون زمانی زیاد به حساب میاد که بدونیم اون موقع ماشین چاپ که به هیچ عنوان نبوده و دسترسی به کاغذ هم اونقدر که مثل امروز باشه زیاد نبوده و اینا شروع میکنن روی سری چیزهای دیگه این اطلاعات و دانش‌ها رو به نوعی ثبت می‌کردن. دقیق‌ترش رو بخوایم بگیم احتمالاً اینجوری میشه که این دانشگاهه به مدت 700 سال به نوعی دیتابیس جهان اون روزگار به حساب می اومده. در نهایت هم بعد از این که زمانی از اون گذشت و چندین قرن طی شد، در سال 1193 این دانشگاه برای همیشه بسته میشه. البته این که میگم بسته میشه اینجوری نبوده که یه روز مدیر مدرسه بلند شه پاشه بیاد بگه که خب باعث افتخار بودیم مدت با هم دیگه بودیم، خب بریم پی زندگیمون. نه، یک فرماندهی در طی اون فتح و فتوحاتی که داشته انجام میداده دستور میده که این دانشگاه رو آتیش بزنن. میگن 3 ماه این سوختن دانشگاه ادامه داشته و در طول این 3 ماه 9 میلیون دست نوشته، دقیق‌تر بخوام بگم 9 میلیون دانش و آگاهی ما از جهانی که توش زندگی میکنیم از بین میره. و الان صرفا نهایتش میتونیم حدس بزنیم که اگه اون دانشگاه نمیسوخت جهان امروزی که باهاش مواجهیم چه شکلی میشد. البته یه سیلی سخت واقعیت رو هم این وسط داریم و اونم اینه که چیزی که تحت عنوان تاریخ ازش اسم میبریم واقعا یه چیز خیلی رنجوره، ممکنه که هر آن به نوعی از بین بره و میبینید که تصمیم شخصی یک نفری در یک نقطه‌ای میتونه به همین راحتی باعث بشه که 9 میلیون واحد از دانش ما کم بشه. این اتفاق البته تنها اتفاقی نیست که در طول تاریخ افتاده، شبیهش به وفور اتفاق افتاده و اینم یه نمونه از اون از دست دادن حافظه جمعیه به نوعی. در واقع سوختن دانشگاه نالاندا رو ما باید یکی از بیشمار بارهایی در واقع بدونیم که دانش بشری به نوعی از بین رفته. حالا چیزی این وسط من بخوام بگم، ما الان میدونیم که یه سری کتابخونه و دانشگاه و اینجور چیزا در طول تاریخ آتیش گرفتن، از بین رفتن، بنابر هر دلیل دیگه بهشون دسترسی نداریم و نیمه در واقع تاریک این ماجرا اینه که یه سری از این کتابخونه و دانشگاه ها رو از دست دادیم ولی متاسفانه خبرش به دستمون نرسیده. یعنی الان میدونیم 9 میلیون نوشته رو در دانشگاه نالاندا فقط از دست دادیم، در حالی که در بقیه موارد حتی نمیدونیم که چه چیزهایی رو داشتیم و از دستش دادیم. اولا که یه مشکلی که این وسط وجود داشته اینه که ما خب نهایتش اینه که 8-9 هزار ساله که داریم انقدر جدی و مصمم می نویسیم. تا قبل از اون که هر چیزی که داشتیم و هر اطلاعاتی که داشتیم توی مغزمون بوده که آقای یووال نوح هراری، همون کسی که حالا کتاب هوموساپینس یا انسان خردمند رو نوشت و خیلی هم کتاب محبوب و پرفروشی شد، میاد میگه که ما اصلا از اولم نباید اونقدر روی مغز برای اینکه بخوایم اطلاعاتمون رو به دستش بدیم حساب کنیم، چون اصلا کارکردش این نیست. 3 تا دلیل خیلی بامزه و جالبم میاره. اولا اینکه خب مغز خیلی ظرفیتش محدوده، در کنارش مغز خب با ما انسان هاست، اگر ما بمیریم در واقع مغزمون هم کار خاصی انجام نمیده، در بهترین حالتش میتونیم اونو به نوعی در قالب حرف ها به بقیه منتقل کنیم که اونم بعد از 1 قرن به نوعی از بین میره و خیلی 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 زیاد تغییر میکنه به نوعی که دیگه از اون منبع اصلیش خیلی بهتر بگیم که فاصله میگیره. و در نهایت مهمترین دلیلی که نمیتونیم رو مغز کار کنیم اینه که اصلا برای ذخیره یه سری از این اطلاعات به نوعی تکامل پیدا نکرده، اصلا ابزار مناسبی برای این کار نیست و همه اینها به نوعی باعث میشه که 8-9 هزار سال پیش تازه بشر به این نتیجه برسه که ما باید شروع کنیم به نوشتن.
در زمان سومر و به نوعی شروع میکنن حالا یه سری علامت استفاده میکنن. همون علامت ها به مرور زمان تبدیل میشه به الفبا و از الفبا هم که جهانی که امروز ما باش مواجهیم به نوعی به وجود میاد و نوشته ها شکل میگیره و یک فاصله 8-9 هزار ساله در واقع زمان نیازه واسه اینکه ما بتونیم از لوح‌های گلی تا صفحه نمایش گوشیمون و نوت اپلیکیشن نوتی که حالا استفاده میکنیم رو برای اینکه توش یه چیزهایی بنویسیم به کار بگیریم. ببین تا اینجا اینجوری شد که ما در مورد اطلاعات اومدیم صحبت کردیم و برگشتیم گفتیم که این اطلاعات خب یه بخشش داخل مغز ماست و خب تا وقتی ما هستیم اون اطلاعات هم هست، وقتی ما نیستیم اطلاعات هم از بین میرن. از اون طرفش یه سری اطلاعات رو میایم مکتوب میکنیم که یه سری اتفاقات یا یه سری آدم‌های بی‌فکر به نظرم میان و یه قسمتی از اون رو از بین میبرن. صرفاً هم همین دانشگاه نالاندا نبوده، یکی دو مورد دیگه هم بخوام اشاره کنم، مثلا جولیوس سزاره که بنا به یه سری دلایل یه تصمیم میگیره و تصمیمش باعث میشه که کتابخونه اسکندریه به آتیش کشیده بشه. میگن حدود 40,000 تا کتاب اونجا بوده و اینجوری هم نبوده که مثلا بگیم این کتاب خب از بین رفته نسخه های دیگه‌اش بوده. خب نسخه های دیگه‌ای در کار نبوده، این یه دونه کتاب بوده، مردم از اقصانقاط جهان میومدن هم یه دونه کتاب رو به نوعی میخوندن. بنابراین وقتی اون از بین بره رسما و عملا اون مجموعه نوشته ها شاید بهتر بگیم از بین رفته. نمونه های دیگه هم هست دیگه، مثلا این اروپایی‌ها که بلند شدن رفتن سمت مکزیک و اینها، خب اون موقع یه تمدنی اونجا وجود داشته به اسم مایاها و اینها یه سری حالا نوشته ها و یه سری اسناد و اینجور چیزها داشتن، اما اینها تصمیم میگیرن که اونها رو آتیش بزنن. واسه همینم درک ما از جامعه مایاها خیلی کمتر شد، به خاطر اینکه یه آدم‌هایی به این نتیجه رسیدن که ما به این کتاب‌ها نیاز نداریم. نمونه های خیلی بیشترش هم قطعا در طول تاریخ یا هست یا ما نمیدونیم بوده، به خاطر اینکه خب حتی اون شواهدش هم بهتر بگیم از بین رفته. این مشکل حالا تا اینجاش که چیزی نیست، نه چیزی نیست که هست، ولی اونقدر شاید تو زندگی روزمره‌مون نتونیم تأثیری بذاریم. یعنی اینکه مثلا ما نمیدونیم مایاها چه آدم‌هایی بودن مستقیما رو زندگیمون تأثیر نمیذاره، اما اینکه ما یه بخشی از تاریخ رو به نوعی از دست دادیم زمانی انگار جدی‌تر میشه که یه بخشی از فرهنگ انسان‌ها در کل سیاره زمین در واقع نتیجه یه سری اتفاقات تاریخیه که ما سطح خیلی کمی از اون رو میتونیم داشته باشیم و بیشترش رو از دست دادیم. این قسمت جدی ماجرای چیزی که تحت عنوان فکر، باور، نمیدونم تفکر، ایدئولوژی یا هر چیزی که ازش اسم میبریم که به نوعی وضعیت امروز ما در جهان رو داره نشون میده، نتیجه یه سری اتفاقاست که تو گذشته است. اتفاقاتی که خودش بر اساس همین چیزهایی که تا امروز گفتیم یه بخش خیلی زیادش اصلا از بین رفته و اینکه ما در یک جور خیال دست جمعی داریم زندگی میکنیم، علاوه بر این که طنزه از دست طنزهای شاید تلخ ماجرا هم بتونه باشه. حالا اگه بخوام یه جنبندی کلی هم نسبت به این ماجرا داشته باشیم، خب قبلا چه از اون کتابه که سوخته یه نسخه فقط بوده و از اون طرف از اون دانشی که در ذهن یه نفر بودم صرفا همون چیزی که موجود بوده و به اون آدم در واقع از بین میرفته. پس شاید به این نتیجه برسیم که خب ما الان در عصر دیجیتال به سر میبریم، همه چیز میتونه راحت مکتوب بشه، چاپ بشه، منتشر بشه، آپلود بشه، استوری و پست و اینجور چیزا از توش در بیاد، توی ویکی‌پدیا پیدا بشه و اینها. تا اینجاشو احتمالاً با هم دیگه به تفاهم برسیم که خب نگهداری اطلاعات در این روزگار خیلی چیز ساده‌ایه، اما یه طرف دیگه هم داره این ماجرا و اون هم اینه که برعکس گذشته مشکل ما در کمبود اطلاعات نیست، اتفاقاً خیلی 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 زیاد اطلاعات داریم. اطلاعاتی که ممکنه بعضیاشون درست باشه، بعضیاشون غلط باشه، بعضیاشون تحریف شده باشه، بعضیاشون شبیه اتفاقات درست باشه، ولی واقعیتش اینه که در پس اون ظاهری که داره ممکنه هیچ سندیتی نداشته باشه و ما همه اینها رو در طول روز به نوعی باهاشون داریم مواجه میشیم. خود همین آقای نوح هراری در واقع میگه که در گذشته سانسور یعنی
مسدود کردن جریان اطلاعات. اما توی قرن 21، همین قرنی که ما توش زندگی میکنیم، سانسور انواع خیلی مختلفی داره، از جمله اینکه مردم در اطلاعات نامربوط به نوعی غرق بشن، چیزی که در دنیای باستان تحت عنوان قدرت میتونستیم اسم ببریم دسترسی به اطلاعات بود، در حالی که امروز اگه بخوایم قدرت رو بررسی کنیم در حوزه اطلاعات، میشه این که باید از چه چیزهایی چشم پوشی کنیم. این به نظرم خیلی نکته جالبیه، اینکه ما در گذشته صرفا یه سری دانش ها بوده و خب قدرت می شده این که همه اونها رو حالا بدونیم، اما در زمانی که حالا ما هستیم، دوران چت جی پی تی و اینستاگرام و نمیدونم توییتر و ویکی‌پدیا و همه اینها، ما با موج بزرگی از اطلاعات مواجه میشیم و ما صرفا اومده بودیم یه لیوان آب بخوریم. بنابراین اینکه از کل اون دیتای بزرگ و عظیم به نوعی چشم پوشی کنیم، قطعا قدرت ما در زندگی امروزه. این که خودمون در معرض طوفان اطلاعات قرار ندیم احتمالاً قدرت ما باشه. این تا اینجا. از اون طرف ما در دوران الگوریتم های اینترنتی به سر میبریم و به راحتی ممکنه که در اتاقهای پژواک قرار بگیریم. اتاق پژواک هم میشه این که ما بر اساس همین الگوریتم ها در یک محیطی قرار میگیریم که فکر میکنیم همون حرفی که ما داریم میزنیم تمام اطلاعات جهانه، در حالی که ممکن اصلا همچین چیزی وجود نداشته باشه. اینم تا اینجا نگه داریم. در کنار این همچنان هم اون اتفاقات قدیم ممکنه اتفاق بیفته. بعضی وقتا یه سری هکرها ممکنه بیان یه چیزی رو از بین ببرن، بعضی وقتا ممکنه یه سری کتابخونه‌ها تعطیل بشن و کلی اسناد و چیزهایی که در به صورت فیزیکی بوده برای همیشه در اون بایگانی تاریخ برن و به مرور زمان اون راه رسیدن بهش بسته بشه. از اون ورم خب قطعا ما آدم‌ها میتونیم خیلی کارهای دیگه‌ای کنیم که دسترسی به اطلاعاتمون کم بشه. اول بحث گفتم اون چیزی که در عنوان تاریخ ازش اسم میبریم ممکنه از بیرون به نظر یه چیزی باشه که به این راحتی قرار نیست بهش آسیبی برسه، ولی واقعیت اینه که تاریخ از اون چیزی که فکر میکنیم خیلی آسیب پذیرتر و رنجورتره و با یک تصمیم شاید شخصی حتی بعضی وقتا ممکنه که از بین بره. خلاصه در سال 2025 کماکان امکاناتی شبیه به امکانات اون دانشگاه نالاندا در 427 میلادی کماکان وجود داره، اما تو امان خطر اتفاقاتی شبیه به بسته شدن و سوختن دانشگاه نالاندا هم ما رو تهدید میکنه. ما اگه به تاریخ بشر از دورتر نگاه کنیم، از زمان اختراع خط تا الان نهایت 6000 سال گذشته و این زمان خیلی طولانی نیست. کلی کار داریم، کلی اتفاقات دیگه پیش روی نسل‌های بعد ما حداقل، و به نظرم تنها کاری که میتونیم کنیم اینه که این اطلاعات رو بگیریم صحیح و سالم به دست اونها برسونیم، به خاطر اینکه همون حرفا و بد و بیراهایی که ما ممکنه به نسل قبلی بگیم رو اونا به ما نگن.